دوستان عزیز، ادیب گیمر هستم. خوش اومدید به پارت سوم گیم پلی بازی زیبا و خاطر انگیز GTA سن اندرس که خیلی هاتونم بهش GTA 5 میگید. خب بی معطلی اینو بگم که حتما منو سابسکرایب کنید و این پست رو لایک کنید و کامنت بذارید. هر سوالی یا انتقادی پیشنهادی داشتید حتما ما در میون بذارید و بریم سراغ گیم پلی بازی. خب ماموریتمون رو شروع کنیم. کلینینگ دوت. تو باید همه چی رو جدی بگیری مرد. هیچکی تو محل براش مهم نیست. مهمه. چی داری میگی؟ هیچ عملی نمیتونه همه چیز رو تو باندمون مرتب نگه داره. چه خبر بچه‌ها؟ تازه چه خبر سیجی؟ چی کار میکنی؟ تنها چیزی که براشون مهمه اینه که پولشون رو دود کنن. اونا بچه‌های خوبی ان سوی. اونا سرباز نیستن، یه مش احمقن که فکر میکنن تاجرن. آره ولی با ما کاری ندارن. تنها چیزی که براشون مهمه پوله. سیجی برو اونجا بهشون نشون بده که دنیا نسل کیه. اونا رو خیلی راحت میشه ترسون. برو حالشون رو بگیر. ما باید سعی کنیم همه بچه‌ها رو دور هم جمع کنیم، درست مثل روزهای قدیم. آره حق با توه. برو ترتیبشون رو بده مرد. اونا به مادر خودشون هم رحم نمیکنن. تو ساده ای دوست من، ما باید تمرکز داشته باشیم. ما به کمک احتیاج داریم. هیچ کدوم از شما بیدابا دیدین؟ نه ولی اونو بیرو خوبه که با خودمون داشته باشیم. بیگ بیر؟ آره اونا عجلشون اومده. بیداب فقط چند تا کوچه اونورتره. آهنگ خسته میذارم. حتما از این ویدیو حمایت کنید و منتظر ویدیوهای بعدی ما هم باشید. کل قلم رو به هم بده. آره از این کرکی ها میخوای که کمکت کنن؟ تعجبی نداره که خانواده به هم بده. غیر از اسموک سویت اینجا همه تو رو به خوبی میشناسن. یواشتر برو احمق، تو حتی نمیدونی کدوم داره. هرچی تو بگی اینه. آره همینه. در واکن. مطمئنی هنوز اینجا؟ همینه کله پوک. در واکن. کیه؟ سیجی تویی؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ گولتو گم کن. صبر کن مرد، تا آخر خط چی شد نگاه؟ تنها چیزی که دیگه اهمیت نداره محله است همی. تو هیچ وقت نمیفهمی که ارزش پول چقدره. میدونی منظورم چیه؟ حالا قبل از اینکه خرچم و یه کاری دستت بدم گورتو از اینجا گم کن. هی بیر. هی بیگ بیر توی مگه بچه محل ما نیستی همی؟ تنها کاری که اون حالا بلده اینه که دود کنه و خونمو تمیز کنه مگه نه؟ آره چی؟ درسته قربا. حالا برو اون توالت لعنتی رو برق بنداز. آه خدای من. بیگ بیر بیا اینجا. همه دوست دارم بعضی وقت حال کنن سیجی. بعدم میبینم. دیگه هیچ وقت اینجا نیا عوضی. ای نیگا برو بمیر. لعنتی اوضاع خیلی خرابه. حالا میفهم منظورت چی بود مرد. کرک چه بلایی سر بیگ بیر آورده، داره نوکری میکنه. برای اون بدبختی که هیچ امیدی نیست. عوادی کرکی همه جا تو این شهر ریخته. ولی مثل اینکه بستگی به ما داره. بیا تو محل بگردیم و یه فروشنده پیدا کنیم. بریم سراغ همین گروهی که اینا میگن و حسابشو برسیم. هی اونجا رو داره به بچه محلمون مواد میفروشه. بعد بریم حسابشو برسیم. رفیق چیکار میکنی چی میخوای؟ حالا دیگه مشکل تو منم. حسابشو رسیدیم به همین راحتی. من اینو میشناسم. اون یه احمقی تو آیدل بود با بچهای بالاسا میگشت. من جاشو بلدم. همین نزدیکی هاست. بریم یه سری بزنیم. ای اون چمن حیات جلویی نبود؟ تو هنوزم پخمه ای؟ نه من هستم همی. اون چماق از اونجا بردار. مرد حالا یه مأموریت جدی داریم. گندش نکن، همه میدونن که بالاسا هیچی نیستن. پژو پارس خوشگلم ورداریم. پیکر
یه مواد 1 کیلومتری داره میاد. آره بیا خودمون معرفی کنیم. به شرط که دست رو بزنی. شرمنده اخلاق ورزشیتونم مجبورم یعنی قطع کنم بریم به ادامه گیم پلی برسیم. عصر بخیر بالا سایه مواد فروش. بچهای گروه استریت اومدن حالتون رو بگیرن. بفرستشون به جهنم. اینایی هم که افتاد اینجا دیگه کاری باشون نداریم. برمیگردیم به محلمون. حالا بالاسا میفهمن که گروه استریت داره برمیگرده. اصلا بگی تازه این چخمانه جا نداشت. زمونه عوض شده. اونا از دست ما عصبانی میشن. بعدم بهش میرسیم. حالا بذار تو سکوت پیروزی آروم باشیم. شاید این احمقا بخوان یه دردسر بزرگ درست کن. آره گروه دوباره رو پاش بلند میشه، مطمئن باش. میبینمت. خب این پارت رو با یه مرحله دیگه هم ادامه میدیم و یه وقت کم نیومد یه مرحله دیگه هم ادامه میدیم. ای تازه چه خبر؟ احترامو باید مثل پول کسب کنی سویت. پس منظورت چیه؟ تو به من احترام نمیذاری؟ منظور من اینه که حرف دلتو بزن نگاه. من گشنمه. پسر مرد نمیتونه بدون غذا زندگی کنه. من اینو میدونم، یه دفعه امتحان کردم. کارل تو به نظر لاغر میای، باید گشنت باشه. آره گشنمه. شما احمقا چی میخواین بخورین؟ بازم تاکو عمرن. مرغ دیگه حرف نباشه. من مرغ میخوام. کار تو رانندگی کن، اسموک داره جونش بالا میاد. مامان چطوری کشته شد؟ بعد دربارش حرف بزنیم. ما باید دربارش حرف بزنیم. اونا به خاطر سویت اومده بود. از کجا باید بدونی؟ تو که مردم رو میشناسی. میگم اونا تو رو دوست دارم ولی هیچی نمیگن. لعنتی ترسیده. بعضیا میگن یه ماشین سبز این کارو کرده و با سرعت دور شده. آره ولی مردم دوست دارن حرف بزنن. اینطور نیست؟ تو داری راجع به نصف دو سانتوس کار تو چی میخوری؟ باید غذا بخوری تا انرژی داشته باشی. من شماره 9 سفارش میدم چاقالو. به منم شماره 9 بده، مثل همین. به من شماره 6 با سس اضافه بده. من 2 شماره 9 میخوام، یه دونه 9 بزرگ و شماره 6 با سس اضافی و شماره 7 و شماره 45، یه دونش با پنیر و یه نوشابه بزرگ. ای متاسفم برا، میدونی که من بعد راجع به مادر بدونم. میدونم سی جی، میدونم. من فقط دارم سعی میکنم که راجبش فکر نکنم، فقط همین. من حتی نمیدونستم که تیر خورده تا اینکه همه چی تموم شده بود. آره حالا بذار غذامونو بخوریم. گوشت گاو این طرفا پیدا نمیشه. از خوردن این غذا خسته شدم. منم از غذای سد بدم میاد. برعکس تو هیچ وقت سطل آشغال غذا نخوردم. لعنتی آره جون خودت. غذای منو بده. هی نگاه کن، اونا کیان؟ کجا دارن میرن؟ ای اون عوضیه دارن میرن به محل ما. آماده باشین. گاز بده، برو گازشو بگیر. چرا هیچ کاری نمی‌کنی اسمو؟ هر وقت غذا تموم شد میزنمش. ببارون زبون لعنتی رو بزن بریم. من بس نمی‌کنم. من غذا رو دوست دارم. اون عوضی رو بکشیم. چه خوبیه. اسمو قیافت اینجوری نکن. برو سراغ بالاسا. میخوام از غذام لذت ببرم. اون احمقا میخوان ما رو چه بکشن. باگی گرفته. یلا اسموک چلک کن. من فقط دارم گوشتم رو تمام می‌کنم.
من گذشتی غذای مخصوصم لعنتی همه شوزا رو ریختی رو صندلی خارون جلو خارون جلو الان داری چی کار میکنی؟ این شلوار من تمیز بود. الان بهترین موقعیته. دیجه حواست کجاست؟ مراقب باش. تفش عوضی وضعیت فوق‌العاده است. سودا همش ریخته رو زمین. خودی رو زیر گرفت. حواست اونو پرت کن. حواست به ماشین بالاستا باشه. اوه دیگه میرم. کاملا حرفه‌ای و اوضاع واقعا بد بود. آره اون بالاستای احمق دیگه هیچ کار نمیکنه. کاملا حرفه‌ای بود این حرکت من. اوکی باشه. آمد نه سوراخو پر کرد. خیلی کی عوضی؟ دفعه بعد خوبه خودت دست به کار شی، وگرنه خودم این کارو میکنم. اسموک آخه تو خیلی پهنی. برای همین تو منو دوست داری عزیزم. اون مال گروه. چی گفتی اسموک؟ همه این کارا رو کردید چی غذای منو بخورید؟ آره داشت سرد میشد. همگی میان سراغ بیر؟ نه عزیزم من باید برگردم خونه. سی جی منو سوار کن. باش اسموک بزن بریم. بعدا میبینمتون. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ مرد اگه تو بتونی غذا تو بخوری وقتی همه از دست دادنش سرزنش تو نه تو درستی پسر. چی؟ چی فقط یه شعر گفتم. هی سموک تو چرا از گروه رفتی؟ من یه خورده پول از عموم گرفتم میدونی اینجا جای قشنگیه ولی گروه قلب من سی جی چون تو اونجا زندگی میکنی. آره باشه هامی. متشکرم کار ببین دلم برات تنگ میشه. متشکرم مرد کاش سویتم اینطوری فکر میکرد. منظور سی جی نیست اون هنوز بابت مادرتون ناراحته. یه اسموک بگیر و راحت باش. خب مرسی از اینکه ویدیومون رو دیدید. باید اینجای کار ازتون خداحافظی کنم. حتما منو سابسکرایب کنید، این ویدیو هم لایک کنید و اگه انتقادی پیشنهادی چیزی دارید حتما برای ما کامنت کنید. ببینیم چی میگه. آره هی سی جی منم سویت. چه خبر؟ اگه خودت به خود احترام نذاری هیچ کس به احترام نمیذاره. تو خیلی لاغری سی جی باید خورده عضله بیاری. اگه میخواستم سرزنش بشم زن میگرفتم. داشتم دنبال تو میگشتم. اینا همه واسه احترامه میدونی که. آره فکر کنم. 2 تا خیابون بالاتر از گروهی باشگاه هست. برو یه سری بزن و خودتو آماده کن. ترتیبشو میدم. تا بعد. خب از این به بعد باشگاه هم برای ما باز میشه، میتونیم بریم باشگاه. به ازای هر مقدار فعالیتی که انجام میدیم اون درصد عضله ما میره بالاتر. اینجا هست مثلا ماسل میره بالا. خب بعد ازتون خداحافظی کنم تا درودی دیگر. بدرود.